یه مثلث میخواست قل بخوره، نمیتونست. میره پیش مشاور، میگه که من میخوام قل بخورم ولی نمیتونم. مشاور فکر میکنه، میگه که برو بالای مثلا برج میلاد وایسا، از اون بالا نگاه کن، یه دایره ای که دیدی یه تیکش نیست، برو باهاش یکیشو قل بخور. میگه باشه. خوشحال میره بالا. بعد از ساعتها نگاه میکنه، میبینه یه دایره ای که مثل یک پیتزا که یه قطعش نیست داره میاد. میره بهش میگه که سلام، من میتونم بیام با هم دیگه دایره بشیم و قل بخوریم؟ دایره میگه که بله، چرا که نه، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. و به سلامتی و میمنت با هم دیگه یکی میشن و شروع به قل خوردن میکنه. یه مدت که میگذره، مثلث شروع میکنه به رشد کردن. مثلا فوق لیسانس میگیره، دکترا میگیره، رشد شخصیتی پیدا میکنه و دایره انقدر رشد نمیکنه. به خاطر همین دیگه اونجا جاش تنگ میشه و بعد از یه مدتی که لنگ میزدن تو قل خوردن دیگه میفته بیرون و دیگه نمیتونه ادامه بده. میره دوباره پیش مشاور و به مشاور میگه که من میخوام قل بخورم. مشاور میگه این دفعه برو بالای برج میلاد وایسا، یک دایره کامل پیدا کن و برو ازش بپرس تو چطور دایره شدی. میره و دایره رو پیدا میکنه، میگه که تو چجوری دایره شدی؟ دایره میگه که من از روز اول دایره نبودم که، من مثلث بودم مثل تو، ولی انقدر تلاش کردم، زحمت کشیدم، روی یکی از ذیل‌ها فشار آوردم تا تونستم یه قل بخورم و مجددا روی قل بعدی، روی قل بعدی. قل پنجمم بهتر از قل اولم شد، قل دهمم بهتر از قل پنجمم شد، تا بالاخره شدم یه دایره کامل. این داستان رو گفتم که بگم پدرها، مادرها، تو رو خدا بذارید بچه ها خودشون قل بخورن و دایره بشن. نچسبین بهشون که حتما باید با ما باشی، حتما باید فلان رشته رو بخونی، حتما باید فلان شغل رو داشته باشی. اجازه بدیم که خودشون قل بخورن، زحمت بکشن، تلاش بکنن و بتونن به راحتی دایره بشن و قل بخورن. این هم به نفع خودمونه و هم به نفع بچه هامون.